برای داشتن ایمنی و حمل و نقل مواد پلیورتان انتخاب ماشین مناسب اهمیت بالایی داره. در این ویدیو میخوایم درباره انواع ماشین هایی که برای این حمل و نقل مناسب هستن صحبت کنیم. کوچکترین وسیله حمل و نقل ما ماشین های سواری هستش که تا 14 تا دبرا میتونه به دست مشتری برسونه. بعد از اون ماشین وانت هستش که از 1 تا 3 تا بشکه میتونه بارگیری کنه که تا حداکثر وزن 700 کیلوگرم رو پوشش میده. ماشین بعدی ماشین نیسان هستش که از 4 بشکه تا 10 بشکه رو بارگیری میکنه. ماشین بعدی ماشین خاور هستش که بسته به نوع ابعاد اون از بین 16 تا 20 تا بشکه رو بارگیری میکنه. ماشین بعدی ماشین کامیون تک هستش که تا 36 بشکه رو بارگیری میکنه و همچنین ما یک مدل ماشین به اسم کامیون جفت داریم که تا 40 بشکه رو بارگیری میکنه. ماشین بعدی که برای بارهای با توناژ بالا استفاده میشه تریلی هستش که خود تریلی به 3 نوع تقسیم میشه. نوع اول تریلی با کفه 1260 هستش که امکان بارگیری 80 تا بشکه رو داره. نوع دوم تریلی با کفه 1360 هستش که امکان بارگیری 88 تا بشکه رو داره. نوع سوم ترانزیت هستش که همان تریلی های کفه 1360 هستن که مسقف و چادر دارن و در مواردی که کالاتون حساس باشه یا مسیرتون طولانی باشه از این نوع ماشین ها استفاده میکنن. با توجه به وزن و حجم محموله ها ماشین مناسب به مشتریان عزیز پیشنهاد میشه. همچنین به درخواست مشتریان بارگیری به صورت پالت و بدون پالت هم امکان پذیره. ابعاد هر پالت ما 1.20 در 1.20 هستش که روی هر پالت 4 تا بشکه قرار میگیره. حتما به این نکته توجه کنید اگر ارسال بار با پالت صورت بگیره حتما باید از ماشین های بغل بازشو استفاده بشه که تخلیه اون با لیفتراک راحت تر صورت بگیره وگرنه بار شما بدون پالت حمل میشه. ما همیشه برای حمل و نقل ایمن مواد پلیورتان حمل مواد با پالت رو به مشتریان عزیز توصیه میکنیم. در صورتی که جواب سوالاتتون رو توی این ویدیو پیدا نکردید برامون کامنت بذارین.